بر شما. امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز برنامه رو برای این گذاشتیم که راجع به سعدی حرف بزنیم، راجع به یه حکایت از بوستان سعدی. چون کلاً قصد ما توی این مجموعه بر اینه که ادبیات کهنمون رو یا ادبیات روزمون رو، ادبیات معاصرمون رو چیزی ازش استخراج کنیم، بیا راجبش با هم حرف بزنیم که به درد زندگی روزمره‌مون بخوره، یا چیزی برای حال حاضر ما، زمانی که داریم توش زندگی میکنیم و عصری که داریم توش زندگی میکنیم داشته باشه. از گفتن یه سری اطلاعات کلی که احتمالاً هم خسته کننده است، مثل اینکه سعدی شاعر قرن هفتمه یا چه آثاری داره یا چه آدمای بزرگی راجبش چه حرفایی زدن، بر چه شاعرانی بعد از خودش تاثیر گذاشته و رد میشیم. دلیلش هم خیلی واضحه. اینا اطلاعات ویکی‌پدیایی خیلی ساده ایه که برای هر کسی قابل دسترسه. توضیح دادنش اینجا چیزی به این برنامه اضافه نمیکنه و قطعا چیزی به شما اضافه نمیکنه. هر کس که مایله میتونه با یه جستجوی خیلی خیلی ساده به این اطلاعات برسه. اینو اینجا توضیح دادم برای اینکه دفعات بعدی نخواهیم وقتتون رو بگیریم و این قاعده ایه که برای تمام کارهای دیگه هم رعایت میشه و به مرور آشنا میشین که قصد ما از این کار اصلا چی هست. بوستان سعدی ابواب مختلفی داره. اون بابی که ما امروز میخوایم راجبش حرف بزنیم در باب عدل و تدبیر و رای. این که این باب هست و توی اون باب عموما راجب پادشاهان مختلف و رفتار و سکنات مختلفی صحبت میشه و اینکه سعدی این رو تألیف کرده، قصد مختلفی میتونه راجبش داشته باشه، میتونه هر کس نظری داشته باشه. مهم اینه که فکری پشتشه و برای حاکمان عصر خودش و برای حاکمان دوره‌های بعد و برای مردم حرفای به نظر خودش و به نظر خیلی ها مهمی داره. این حکایتی که امروز میخوایم راجبش صحبت کنیم، من یه بخشیش رو توضیح میدم و مابقیش رو از روی خود بوستان با هم دیگه میخونیم. حکایت راجع به یه پادشاه ظالم و ستمگر جوانیه که برای کارهای عمرانی یا ساخت و ساز یا باربری خودش، محصولات کشاورزی یا ساخت و ساز یا اینا، خب تو دوره‌های قدیم از چارپایان استفاده میکردن طبیعتاً، و این پادشاه قصد داره که و این کارو میکنه که از مردم الاغاشونو و چارپاهاشونو به زور میگیره برای کارهای خودش استفاده کنه و به اینا رسیدگی هم نمیکنه، یعنی آب و غذایی بهشون نمیده برای اینکه براش خرجی نداشته باشه و این حیوانای بیچاره بعد از چند روز، بعد از 2 روز تلف میشن. و این پادشاه توی این عصر شهر و مردم ناراضی که داره، روزی با اطرافیانش میره برای شکار و دنبال یه صیدی میفته و از یه جایی به بعد دور میمونه از اطرافیانش و گم میشه، اطرافیانش رو پیدا نمیکنه، هوا تاریک میشه و مجبور میشه که برای اینکه شب استراحت کنه یا جای امنی باشه، یه دهی که سر مسیرش هست و پیدا میکنه بره توی اون ده و اونجا بخوابه تا صبح که حالا راهش رو پیدا کنه یا بیان دنبالش و پیداش کنن. این پادشاه وقتی وارد این ده میشه مواجه میشه با یه صحنه‌ای که یه پدر و پسری که پسر میخواد صبح بره به شهر و با الاغش میخواد بره و پدری که میگه نبر این چهارپا رو و این پادشاه ظالمیه که داره چهارپایان مردم رو میگیره و این کار رو نکن. و پسر میگه راه دوره، من نمیتونم برم، چجوری برم؟ تو به من کمک کن. پدرش یه پیشنهادی بهش میده که تو بیا این الاغ رو زخمی کن، اینجوری برو بلکه این پادشاه به دردش نخوره و نگیره این حیوان تو رو. حالا ما بقیه داستان که پیش میاد و پادشاه شاهد این گفتگو هست و واکنشی که داره، با هم از روی متن میخونیم تا مثلا میکنم یه جاهایی که حالا یا کلمه هایی وجود داره که شاید یه مقداری
سخت‌تر باشه و قابل فهم نباشه رو یه توضیح کوتاهی بدم، ولی از داخل روایت تا حدی که بیرون نیایم و آسیبی به روایت نزنه. البته اینو بگم که زبون سعدی زبون بسیار 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 شیرین، بسیار بسیار شیرین و ساده ایه و قابل فهم. یعنی شما به صرف این که فارسی زبان باشین میتونین بخش عمده ای از زبان سعدی رو بفهمید، خصوصا توی بوستان. حالا توی گلستان یه مقداری توی نثر و به خاطر صناعات ادبی که به کار میبره یه مقداری شاید سخت‌تر و یه مقداری دشوارتر باشه، که البته اونم خیلی چیز عجیب غریبی نیست. و فقط اینو میخوام بگم که زبون سعدی یک زبونه به شدت شیرین، ساده و کافیه که فقط چند سطر ازش رو خودتون کتابو دست بگیریم، مطالعه کنیم و دیگه نمیتونین چشم ازش بردارین. این کتابی هم که جلوی منه، کلیات سعدی به تصحیح آقای مظاهر مصفاست. من از یه جایی از این حکایت شروع میکنم به خوندن که پادشاه میره وارد این ده میشه. به تنها ندانست روی و رهی، بینداخت ناکام شب در ده. یکی پیرمرد اندر آن ده مقیم، ز پیران مردم شناس قدیم. پسر را همی گفت که ای شاد بهر، خرت را مبر بامدادان به شهر. که این ناجوان مرد برگشت بخت، که تابوت بینمش بر جای تخت. کمر بسته دارد به فرمان دیو، به گردون بر از دست جورش غریو. در این کشور آسایش و خرمی، ندید و نبیند به چشم آدمی. مگر کین سیه نامه بی صفا، به دوزخ برد لعنت اندر قفا. پسر گفت راه دراز است و سخت، پیاده نیارم شده نیک بخت. طریقی بیندیش و رایی بزن، که رای تو روشن‌تر از رای من. پدر گفت اگر پند من بشنوی، یکی سنگ برداشت باید قوی. زدن بر خر نامور چند بار، سر و دست و پهلوش کردن فگار. فگار به معنای زخمی. مگر کان فرومایه زشت کیش، به کارش نیاید خر پشت ریش. چو خضر پیمبر که کشتی شکست، وزو دست جبار ظالم ببست. به سالی که در بحر کشتی گرفت، بسی سالها نام زشتی گرفت. توفو بر چنان ملک و دولت که راند، که شنعت بر او تا قیامت بماند. شنعت به معنای زشتی و بدی. پسر چون شنید این حدیث از پدر، سر از خط فرمان نبردش بدر. یعنی به حرفش گوش داد. فرو گفت بیچاره خر را به سنگ، خر از دست عاجز شد از پای لنگ. پدر گفتش اکنون سر خویش گیر، هر آن ره که می بایدت پیش گیر. پسر در پی کاروان افتاد، ز دشنام چندان که دانست داد. دشنام طبیعتاً به پادشاهی که اونجا هست و شاهد این گفتگو بوده. و از آن سو پدر روی در آستان، که یارب به سجاده راستان. که چندان امانم ده از روزگار، که از این نحس ظالم براید دمار. اگر من نبینم مرو را هلاک، شب گور چشمم نخسبد به خاک. اگر مار زاید زن باردار، به از آدمی زاده دیوسار. زن از مرد موذی به بسیار به، سگ از مردم آزار به. مخنث که بیداد با خود کند، از آن به که با دیگری بد کند. یه توضیح کوتاه اینجا بدم راجع به این که میگه زن از مرد موذی به بسیار به. راجع به سعدی از انتقاداتی که ازش شده، خصوصا توی دوران معاصر ما، یکیش راجع به همین موضوع زن توی اشعار یا تالیف‌های سعدی است که راجبش حرفای زیادی زدن که به نظر منم پر بیراه نیست. یعنی انتقاد واردیه. یکی دیگهشون تعصبات مذهبیه که خیلی جا
خودشو نشون میده و میشه راجبش حرف زد. فقط میخوام بگم که راجبش میشه حرف زد. انشالله در آینده ما هم اگر فرصتی بشه صحبت میکنیم. خودتون هم اگر بخواید میتونید مراجعه کنین راجب زن در کلیات سعدی و دیوان سعدی یا در اندیشه سعدی، ببینین که چی پیدا میکنیم. مخنث که بیداد با خود کند، به از آن که با دیگری بد کند. شه این جمله بشنید و چیزی نگفت. این جمله یعنی تمام این ماجرا. شه این جمله بشنید و چیزی نگفت، ببست دست و سر بر نمدزین بخفت. همه شب به بیداری اختر شمرد، ز سودا و اندیشه خوابش نبرد. چو آواز مرغ سحر گوش کرد، پریشانی شب فراموش کرد. یعنی وقتی صبح شد تمام این ماجرا یادش رفت و دوباره برگشت به همون ذات خودش و تمام فکر و خیالایی که احتمالاً شب با خودش کرده بوده که این مردم چرا باید توی این وضع زندگی کنن و این نظر رو راجع به من داشته باشن، کاملاً فراموش کرد. سواران همه شب همی تاختند، سحرگه پی اسب بشناختند. پی اسب پادشاه دیگه، سوارانش و همراهیانش دنبالش کردن و دم صبح پیداش کردن. بر آن عرصه بر اسب دیدند شاه، پیاده دویدند یک سر سپاه. به خدمت نهادند سر بر زمین، چو دریا شد از موج لشکر زمین. یکی گفتش از دوستان قدیم، که شب حاجبش بود و روزش ندیم. رعیت چه نزلت نهادند دوش. نزلت به معنای غذا خوردنی، یعنی چه پذیرایی دیشب مردم یا رعیت از تو کردن. رعیت چه نزلت نهادند دوش، که ما را نه چشم آرمید و نه گوش. شهنشه نیارست کردن حدیث، که بر وی چه آمد ز خبث خبیث. هماهسته سر برد پیش سرش، فرو گفت پنهان به گوش اندرش. کسم پای مرغی نیاورد پیش، ولی دست خر رفت از اندازه بیش. این مصرع و این بیت به معنای دشنام زیاد دادن یا تمام اون چیزی که نباید به من میگفتن و گفتن و من شنیدم و خب توی لفظ محاوره ما هم معنای بدی داره که قطعا همون معنا هم مد نظر هست. یه بار دیگه من این بیتو میخونم که میگه که کسم پای مرغی نیاورد پیش، ولی دست خر رفت از اندازه بیش. بزرگان نشستند و خوان خواستند، بخوردند و مجلس بیاراستند. چو شور و طرب در نهاد آمدش، این شعر برمیگرده به پادشاه دیگه. چو شور و طرب در نهاد آمدش، ز دهقان دوشینه یاد آمدش. همون پیرمردی که این حرفا رو بهش زد و اون دعا رو به درگاه خدا کرد که من مرگ این یا برافتادن این ظالم رو ببینم. ز دهقان دوشینه یاد آمدش. بفرمود و جستند و بستند سخت، به خواری فکندند در پای تخت. سیه دل برآهخت شمشیر تیز، ندانست بیچاره راه گریز. بیچاره همین پیرمردی که گفت آوردنش پیداش کردن و دست و بابسته انداختنش پیش پای تخت پادشاه. سیه دل برآهخت شمشیر تیز، ندانست بیچاره راه گریز. سر ناامیدی برآورد و گفت، نشاید شب گور در خانه خفت. این به معنی این که این پیرمرد وقتی دید که در آستانه مرگه، گفت که آقا با تقدیر که نمیشه جنگید. اگه من قرار اینجا بمیرم، اگر امروز روز مرگ منه، من دیگه به شب توی خونه بودن و اینکه راحت بخوابم نمیتونم فکر کنم به خلاصی از اینجا که به عجز و ناله و گریه و زاری و التماس برسم. و شروع میکنه حرفاشو زدن روبروی پادشاه. سر ناامیدی برآورد و گفت، نشاید شب گور در خانه خفت. نه تنها منت گفتم ای شهریار، که برگشت بختی و بد روزگار. چرا خشم بر من گرفتی و بس، منت پیش گفتم همه خلق پس. چو بیداد کردی توقع مدار، که نامد به نیکی رود در دیار. وریدون که دشوارت آمد سخن، دگر هرچه دشوارت آید
مکن. تو را چاره از ظلم برگشتن است، نه بیچاره بیگنه کشتن است. مرا 5 روز دگر مانده گیر، 2 روز دگر عیش خوش رانده گیر. نماند ستمکار بد روزگار، بماند بر او لعنت پایدار. نماند ستمکار بد روزگار، بماند بر او لعنت پایدار. تو را نیک پند است اگر بشنوی، وگر نشنوی خود پشیمان شوی. بدان کی ستوده شود پادشاه، که خلقش ستایند در بارگاه. چه سود آفرین بر سر انجمن، پس چرخ نفرین کنان پیرزن. همی گفت و شمشیر بالای سر، سپر کرده جان پیش تیر قدر. نبینی که چون کارد بر سر بود، قلم را زبانش روانتر بود. اینم از اون تک بیتای شاهکار و سعدی وسط روایت و یه تشبیه میکنه خیلی شاعرانه و خیلی کمک میکنه به این ماجرا. این یعنی دلیل زیبایی میده بر اینکه این پیرمرد داره با تمام شهامتش حرف میزنه و میگه قلمای چوبی که باش مینوشتن، خب وقتی این کند میشه با کارد یا با یه چیز تیز میتراشنش تا دوباره تیز شه و روان و زیبا و ریز بتونه بنویسه اون کسی که داره از این قلم استفاده میکنه. و میگه ندیدی که وقتی قلم هم شمشیر بالای سرشه روانتر و بهتر مینویسه. حالا این شمشیر تیز وقتی بالای سر این پیرمرده داره حرفاشو خیلی روون و خیلی بی ترس و بدون هیچ وحشتی از این مرگ وعده داده شده بهش میزنه. نبینی که چون کارد بر سر بود، قلم را زبانش روانتر بود. شه از مستی غفلت آمد به هوش، به گوشش فرو گفت فرخ سروش. که از این پیر دست عقوبت بدار، یکی کشته گیر از هزاران هزار. زمانی سر اندر گریبان بماند، پس آنگه به عفو آستین برفشاند. به دستان خود بند از او برگرفت، سرش را ببوسید و در برگرفت. در برگرفتن یعنی در آغوش گرفتن. بزرگیش بخشید و فرماندهی، ز شاخ امیدش برآمد بهی. بهی یعنی خوبی و بهروزی. به گیتی حکایت شد این داستان، رود نیک بخت از پی راستان. بیاموزی از عاقلان حسن خوی، نه چندان که از جاهل عیب جوی. ز دشمن شنو سیرت خود، که دوست هر آنچ است آید به چشمش نکوست. وبال است دادن به رنجور قند، که داروی تلخش بود سودمند. ترش روی بهتر کند سرزنش، که یاران خوش طبع شیرین منش. از این به نصیحت نگوید کست، اگر عاقلی یک اشارت بسد. وبال که توی دو تا بیت قبل آورده بود به معنای سختی، گرفتاری و مریضی. و میگه قند برای آدمی که مریضه چیز مفیدی نیست و داروی تلخه که به اون کمک میکنه. این حکایت تموم شد اینجا و چند تا موضوع خیلی مهم هست که میشه راجبشون حرف زد، بماند برای دفعات بعدی. ولی این قسمت آخر که حرف و نقدی که راجب خودت میخوای بشنوی، ایرادی که خودت داری، دوست تو نمیتونه بهت بگه و باید گوش شنیدن داشته باشی برای مخالفانت، برای کسانی که با تو دشمنن. و این تقسیم بندی خودی و غیر خودی و دوست و دشمن همه جا به کار نمیاد. خیلی از ایرادای ما تنها زمانی رفع میشه که بتونیم از دشمنامون و از بدخواهانمون بشنویمش. و به قول سعدی ز دشمن شنو سیرت خود، که دوست هر آنچه است و آید به چشمش نکوست. دوست اگر خیلی هم دوست خوبی باشه و بگیم شیله پیله‌ای تو رفتارش نیست،
طبیعتا هرچی که اون دوستش رو تشکیل داده و خصلت‌ها و خوب‌هایی که اون دوستش داره به چشمش نکوست، برای اینکه پازلیه که این شخصیت رو داره شکل میده. این قسمت و این اپیزود اینجا به پایان میرسه، به امید اینکه دوست داشته باشین، خوشتون اومده باشه و ما بتونیم دفعات بعدی از سعدی و از دیگر بزرگانمون با هم بیشتر صحبت کنیم. اگر نظری، پیشنهادی و انتقادی داشتین برای ما بنویسین، گرچه دوست باشین چه دشمن، ما سعی میکنیم که گوش شنیدن داشته باشیم. اگر تا اینجا دنبال کردین خیلی متشکرم ازتون. بدرود.